بچه‌ها احسان شما هستم. امروز قراره من به همراه دوستم متلی علیرضا متلی قراره که به مدت 24 ساعت یا همون یک روز بگم بشیم ببینیم میتونیم انرژیمون رو برای یک روز با خوردن گیاه به دست بیاریم و بتونیم چیکار کنیم؟ بخوای انرژیمون رو نگه داریم نه؟ با خوردن گیاه عشق. قطعا افرادی که گیاهخوار هستن خب اونا هم انرژی به دست میارن. من ندیدم مثلا افراد وگن آدم شلوولی باشن. نه 100% آدم شلوولی نیستن. گیاه بخوریم گیاه بخوریم بچه اگر نمیدونید ما تهرانیم و این خواب بد رو برامون تو تهران دیده. یه بادوم زمینی بردار یه دونه مثلا حس پول داری. بچه ویدیوهای پرخرج با احسان 240 تومن برای صبحونه. خب صبحونه منطقیه دیگه. ما میتونستیم مثلا بریم یه کافه چای بگیریم. ببین هیچ مشکلی با گیاهخوارا نداره. گیاه بخوریم گیاه بخوریم. واقعا احساس می‌کنم حتی بگمونم حالش هم بیشتر بذارید بادومندی بخورید. بچه ویدیوهای پرخرج با احسان. زندگی دو روزه. مواد بزن، خوش خانواده بده، دزدی بکن. هیچ مشکلی با گیاهخوارا نداره. نه فکره. علی حرف قشنگی زد. بچه اینا هم وگنن. مطمئناً وگنن. اینا وگنن. اشیر و شکلات تا فافه. واقعا یه کبوتر جدا از اینکه گادپوریه وگن هم هست. ساعت الان 10:30 صبحه. من میتونم تا یک ساعت دیگه خودم رو نگه دارم ولی بعد اون یک ساعت میافتم دونه پا و گاز میگیرم. علی حرف قشنگی زد. اما برای میان وعده بودی درسته؟ بله. یه آدم وگن خب مثلا تو میان وعده یه کاهویی هم میخوره. بچه ویدیوهای پرخرج با احسان. کاهو میخوای بدی من؟ جوری بهش نگو بهش کاهو بگو. کاهو می‌خواستم. اما اینجا جایی هست ما کاهو رو بشوریم. ولی ببین ناکن ما میان وعده‌مون الان تو دستامون داریم. ممنونم ازت. گفت بهمون نیازی به شستشون نداره. تو مثل من فکر نکنم اینه. بیا بخوریم بیا بهش اعتماد کنیم. علی نمیدونم داشت من مشکلی ندارم تو مشکلی نداری؟ نه من مشکلی ندارم. از توش میدادی حداقل. کل این کاهوه رو هم بخورم چیزی نمیتونم. با خوشمزه است کاهو. مزه دست میگه. ما الان در میدون تجهیز قرار داریم و یه کاهو دستمون رو داریم میخوریم. نگاه نون تازه گرفتیم. خب اصلا بد نیست. ساعت 3 بعد از ظهر. مثل سگ گشنم رو تو داری به من کاهو میدی. واقعا کاهو هم غذاه. دستو تو شسته بودی؟ آره تو داری کاهو رو کشف میکنی ها. اینکه به نهار فکر کنی. لطفا. ببین من آدمی هم که واسه تا جهنم هم میام. من نمی‌تونی با ما نهارم بخوری. بچه‌ها نه فکر می‌کنید کاهو نهار نیست. اگه اینو من میگفتم یه چیزی. اینکه تو با این سیر نمیشه برادر. بریم پیتزا بخوریم. پیتزا بخوریم. چه لطفاً نهار رو من انتخاب بکنم؟ نهار رو تو انتخاب ببین پیتزا مارگاریتا اگه می‌خوای به من بدی پیتزا مارگاریتا رو نده به من. به کی بدم؟ پیتزا مارگاریتا نگه دار پیش خودت با سجولت. من ترجیح میدم الان سیب زمینی بخورم. بریم سیب زمینی بخوریم. سیب زمینی هیچ قطعش گوشتی نیست. من فکر کنم وگن ها هم می‌خورن. سساتون همه وگنه گیاهخواریه. ببینید من سس بلژیکی می‌خورم. سس بلژیکی و سس قرمز. ما هم قشنگ اشاره کردی. آره. تو از بین مرغ و گوشت کدوم رو ترجیح میدی؟ کاهو. بچه ویدیوهای پرخرج با احسان. اگر گیاهخواری رو دارید این ویدیو رو نگاه میکنید لطفا بهمون بگید که وعده یک روزتون چه شکلیه تا ما اگر تونستیم به صورت اصولی تر این کار انجام بدیم. ما هر چیزی که فقط گوشت توش نداشت رو داریم میخوریم. من مطمئنم مثلا الان من اینو بخورم خب سیر نمیشم طبیعتا. نه سیر میشه پروتئین داره. بچه یه منطق هست نمیدونم چقدر باشه شمالی جماعت نمیتونه وگن بشه. یعنی من تا حالا اصلا شمالی رو ندیدم که وگنه. ما داریم یکی تو فامیلامون. سلامتی همه وگنا ان شاءالله دلتون آب بخواد. نه آب بکشه. علی حرف قشنگی زد. آب بکشه یعنی چی؟ من بله احتمال زیاد وگن بشم. میرم شهرداری دم دکه وای میسم دونه دونه کبابا رو میگیرم تو دهنم گاز میزنم نمک فلفل سما پیاز. اون لحظه یه لحظه از جامعه وگن عذرخواهی میکنم میام باید کباب بخورم. هیچ مشکلی با گیاهخوارا ندارم. دیگه نمیتونم به خوردن این ادامه بدم. چرا؟
همین الان داشتی میگفتی وگنان من فلان اینجوری اونجوری سیر نمیشن. من برای خودم وگن نیستم که من نمیتونم تا بعد از اون دوام نمیارم میمیرم. منم. چون این مرد داشت راجع به این صحبت می‌کرد که سیرش نمیکنه و واسه خودش رو داد به من. در واقع با دهان‌هایی مملو از گیاه داریم برمیگردیم به ادامه لایف استایلمون. چی؟ گاو چیکار میکنه؟ گاو میچره داداش. امروز که نشد ولی فردا یه شیشلیک منو مهمون نکنی دید عالمت میکنم، پتیارت میکنم، یه کاری میکنم لنگباز کف خیابون کاو بذارم تو. کرج و شافلاری گیاهخوارم شدید به مدت مجید. بچه‌ها ساعت 6:30 بعد از ظهره و یه هندونه گرفتیم از سایره که خودتون دیدن بچه‌ها گرفتیم. دیدی؟ علی حرف قشنگی زد. و هندونه فکر کنم یک ماده‌ای که هم فیبر داره هم کربوهیدرات نداره. تو این آناناس هم داره. کاوا داری؟ نه. روی نمیریختی بسونم منم بخورم. یک دل نسکته. حاجی من بگم مزه آناناس میده ولی اصلا مزه آناناس نمیده. ببینی یکی از خوبی‌های گیاهخوار بودن رو من فهمیدم. انرژی میده به آدم، یعنی حالم خوبه، مثل آدمی میمونم که روزه است. در طول کل روز واقعا فکر می‌کنم انرژی قرار نیست داشته باشم. دارم الان اوکی ام، بعد از ظهر شد یکم اوکی. الان می‌بینم که نه اوکی. ای دهنه دلی بخش گنده‌شو الان من چه ویدیوهای پرخرج با احسان. گیاهخوار یا گیاهخوارا آلفان، اصلا اینجوری نمیگن که من تیزیش مامانی بازی در نمیارم. علی خفه شو علی، من فکر می‌کردم این برادر ما روش می‌تونیم حساب بکنیم. اینقدر تیزیش مامانی نباش. من از همون اول ویدیو دارم قور میزنم، الان تو داری قور میزنی. داستان چیه؟ علی ریدی تو هندونه تو داری که خورده زمینو بخور. نخورد. داش اینو قطعاً گاو راحت میتونه بخوره. دفعه بعدی چی بشیم؟ این دفعه وگن شدیم. دفعه بعدی بچا چی بشیم؟ فقط گوشت خوار، یه ذره گیاه هم نخوریم. اینو میخوای تو بگیر ویدیوشو. گوشت خوک بخوریم حلال نیست. بچه‌ها ما اومدیم کجا اومدیم علی؟ که احمقانه ترین جای ممکن. داداش نگاه واقعا چرا باید تو برداری منو بیاری جلوی یک کبابی آهنگه بود، آهنگه رو واسه اما بخون. داره دل هوای با تو بودن کرده، نگو این دل هوای عشق تو باور کرده. چجوری میخوان در کنار ما وگن باشن؟ قطعا این کار نمیکنن. آقا میخوام یه لقمه بگیرم مخصوص گیاهخوارای عزیز. گیاهخوارای عزیز اگه از گوشت بدتون میاد خب بذارید ما بخوریم، چه بهتر. ادیتور اینا رو حتما بذار و حتما ذکر کن که من عاشق گوشتم. گوشت گیاهی خوش ناموس گذاشتیم که بعد از اینکه غذا اینا همه گوشت گیاهیه. اولین جیگرکی گیاهی ایران. من یه 6 سیخ رولت گوشت گیاهی ها گردنم یه متر اومد جلو گیاهی مارمولت شدم. اینا رو حتما بذار حاجی. یه لحظه صبر کن ببینم من میگم حالا یه چیزی، من میگم یه او رو واسه دایه بخونیم. آیا دو سیخ قارچ، دو سیخ پنیر گیاهیه؟ پنیر گیاهیه؟ آره دیگه مثلا نیدی؟ نها کن بیا اینجا بودو بیا اینجا. این درخت پنیر پدر بزرگم کاش بعد از اینکه کاش درجا خود شد. تا بیا موزدش دوباره دل هوای با تو بودن کرد. حالا اینو بهت گفتم که چی؟ اینو بهت پایین اینجا قارچ سخاری هم رشد میکنه. پنیر و قارچ همه اینا از گیاه میاد بیرون. دوباره دل هوای دوستان گیاهخوار، واقعا یه چی بهتون بگم، من گوشت دوست دارم خب، ولی کم میخورم که به محیط زیست آسیب نزنم و همچنان بعد از غذا خوردنم سیخ کبابم میخورم. حاجی
شبیه دشمن سونیک میخندم. میدونی چرا؟ چون خوارم. با بد کسی مونه اشتباه کردیم. بچه میشه یه ذره حتی ببین نه اصلا دوست ندارم بخورم. دیگه نبین. واقعا یه گوشوار میتونه گیاه بخوره ولی گیاه‌ها گوش نمیخوره. واقعا ما خودمون الان محدود کردیم. ما هم خراب کردیم. دوستان گیاهخوار اگه اومدید پیش آقا مرتضی رولت بگیرید و نگاش کنید. عالی بود. هنوز داره.